وجعلني مباركا أينما كنت پایان مسابقات حفظ و تجوید و نیز حسن قرائت قرآن کریم در تخار. والسماء رفعها ووضع الميزان. 13مین دور مسابقات 30 روزه تحت عنوان حفظ و تجوید و همچنان حسن قرائت قرآن کریم که در بخش‌های حفظ کامل، تجوید، وقف و ابتدا، صوت، لحن و لهجه میان حافظان و قاریان تخار برگزار گردیده بود. پس از ارزیابی توسط استادان و داوران پایان یافت. مسئولان ریاست ارشاد، حج و اوقاف تخار هدف از برگزاری این مسابقات را شناسایی حافظان و قاریان برتر در سطح ولایت تخار و افغانستان عنوان می کنند. هدف از این برنامه ای است که حفاظ کرام ما تشویق شود و حفاظ جید آنها بر ما معلوم شود و بعد از اینکه از اینجا مسابقه خلاص شد باز به خیر مرکز کابل میره. در آنجا هم اینها در بین خود مسابقه میکنه، 34 ولایت جمع ولسوالی های ولایت تا و در آنجا هم باز اول و دو سه مقام اول دو سه معلوم میشه و باز کدام مسابقات بین المللی جهانی که باشه از این قاری صاحبان انتخاب میشه، باز آنجا روان میشه. ما کادرهای قرآنی خدا و قاری صاحبایی که ویژگی های صوتی دارن و محافظه دارن و ما بتانیم که اینها را از میان مجموع قرآن کریم توسط امتحان اینها را مشخص بسازیم. در همین حال شماری از اشتراک کنندگان از روند برگزاری این مسابقات توسط ریاست ارشاد، حج و اوقاف ابراز خرسندی کرده و از آمادگی کامل خود برای حضور در مسابقات بین الولایتی در سطح کشور اطمینان می‌دهند. از الله متعال امید داشتم که ما در حفظ و تجوید در مسابقه ما برنده میشم و ما الحمدلله که در مسابقه برنده شدم و انشاءالله که بازم امید دارم که در مسابقات بعدی ما پیروز و کامیاب شویم. پس کسانی که حافظ قرآن هستند در همچون مسابقات اشتراک کنند خیلی براشون خوب است. پس به خاطر سطح ارتقاشون بالا میره و خیلی براشون خوب است که معرفی شون، استعدادشون نمایان شود، استعدادی دارند در همچون مسابقات اشتراک بکنند. در پایان این مسابقات محمد فرزند مولوی محمد حسن، محمد وارث فرزند خال محمد و ابو سفیان فرزند قاری عبدالغفور به ترتیب مقام‌های اول، دوم و سوم را در بخش حفظ و تجوید به دست آوردند. همچنین فضل الرحمن فرزند محمد خان، محمد ایوب فرزند محمد طاهر و عبدالله فرزند محمد خان در بخش حسن قرائت به ترتیب مقام‌های اول، دوم و سوم را کسب کردند و مورد تقدیر و تحسین مسئولان قرار گرفتند. قرار است این مسابقات در سطح کشور نیز میان این چهره‌های برتر از سوی وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان برگزار گردد.